داش کریم دوباره بیا تو، چون داش کریم من ادت کردم، باید رو صفحه بیا دوباره، چون اینستاگرام یک ساعت یک بار باید ما خارج بشیم، بعد دو سه دقیقه بعد باید بیام تو دوباره. داش کریم پهلوان، ما باید یک ساعت به یک ساعت، خب الان فکر کنم 20 دقیقه وقت داریم. من چون 10 دقیقه به هفت اومدم تو اینستاگرام، یک ساعت بیشتر نمیتونیم صحبت کنیم، باید دوباره بریم بیرون دوباره بیام داخل. خدا رو شکر این شگفت گیر آوردیم، تجربه رفت بالا. ما ماکوش کجا بودیم پهلوان؟ کجا سوالا بودیم؟ راجع به انتخابی چرخشی داشتیم صحبت میکردیم. دقیقاً. الان این کشتیگیر میاد اول میشه. شما میدونید تو ایران یک کشتیگیرایی داریم، واقعا تو ایران خیلی خوب کشتی میگیرن. خب وقتی به تورنمنت ها میرن یا جای دیگه میرن، همیشه چطور میگم، شکست داشتن. الان هم با این وضعیت که شما که میگی مثلا اگه دو بار سه بار وزن کم کنه، تو این فاصلهش هم خیلی کم میشه. شما تا مسابقات که ما میگیم جهانی روبروه، شما یه انتخابات میده اول میشه 3 ماه وقت داری تا مسابقات جهانی. خب تو این 3 ماه شما باید کم کم 2 تا 3 تا تورنمنت بری. خب یعنی باید 3 بار وزن کم کنی. موقعیت بله. الان موقعیت الان هم اینجوری شده که شما امروز وزن کشی میکنید، فردا صبح هم دوباره وزن کشی کنید قبل کشتی. یعنی 2 ساعت قبل کشتی شما باید آماده کشتی گرفتن باشید. وزن کشی میکنی، 2 ساعت بعد کشتی میگیری. آیا از نظر کارشناسی چون شما باید چون شما خودتون دیگه تو اون حالت بودی، تو دوره‌ای که 2 روز وزن کشی هم بوده بودی، درسته؟ بله خیلی دوره ما خیلی سخت‌تر بود. بله اول صبح ما وزکشی میکردیم 3 ساعت، بعد رو دوشک بودیم 2 ساعت و نیم 3 ساعت. دقیقاً. الان هم تقریبا اینجوریه، ولی قبلا فکر کنم منم خودم کشتی گرفتم، وزکشی میکردن عصرش، بعد یا نه صبحش وزکشی میکردن، بعد 3 ساعت بعد کشتی میگرفتیم، دوباره بعد از ظهر وزکشی میکردن. یعنی 2 روز وزکشی بود اگه یادم باشه. خب بعد عوض شد. آره دوره ما خب اولای صبح وزکشی. بله بله ساده نبود اون موقع واسه دقیقاً. کسایی که مثلا. الان بله. مثلا چرخ انتخابی خوبه اگه اجرا بشه، به نظر شما که میگی، به نظر منم اینه که دیگه اون حق این کشتیگیر خورده نمیشه. اونی که مثل امثال مثل پهلوان کریم سوری و سیاوش نوری و خیلی های دیگه تو کشتی فرنگی، خیلی ها رو داریم ما، تو شرایطی بودن که میتونستن حداقل بهش اطمینان کنن و همه رو ببرن که ببرن که حداقل یه آزمایشی آقا بشن تو مسابقات. مسابقات تورنمنت خود جای خود داره، ولی انتخابی تیم ملی، کسی که اعزام برای مسابقات جهانی میشه، به نظرم باید 5-6 ماه قبل از مسابقات، 5 ماه قبلش انتخاب شده باشن 100%. و انتخابی بزنن. حالا این انتخابی اون دوره چرخشی مکا زیاد چیز نیستم، ولی خوبه اگه بتونن اجراش کنن. ولی خب دوره‌ای که ما انتخابی داشتیم همون دوره خیلی هم خوب بود. بعضی استان‌ها مثل مازندران 4 تا کشتیگی میداد، سیستان و بلوچستان یه دونه، مثلا کرمانشاه 2 تا. همین حالت. این فقط کسایی که چیز کنن، کسایی کشتیگیرایی که مطرح دارن انتخابی، معیار انتخابی، کشتیگیری که انتخاب میشه حق اون شخصه دیگه. نه مربی فوش میخوره، نه حقی از کسی ضایع میشه، و یه چیزیه که واقعا برای آینده حرفی برای گفتن نمیذاره. این دلیلی نداره. آقا مگه شما خدایید یکی رو انتخاب میکنید؟ هر کسی انتخاب کردید رفت باخت. آقا از دورانی که اینا انتخاب کردن خودشون، همون شخص باخته
ولی بهترین راه اینه آقا انتخابی بذارید، هر کی اول شد. آمریکا 3 بار انتخابی میذاره، 3 بار، بین 2 نفر 3 بار انتخابی میذارن، که اینم شاید اشتباه باشه. فکر کنم خود تیم روسیه، خب من قشنگ یادمه هر وقت دیدم همه انتخابی میگیرن، تورنمنت های خودشون هم کشتی میگیرن. بعد مثلا ما تو کشتی فرنگی، من دارم میگم، همین چند وقت پیش تو مسابقات تورنمنت یه جامی بین‌المللی بود. خب اینا اومدن 4 تا 85 هفته آوردن داخل این مسابقات. یکی از 87 تاش واقعا قهرمان المپیک بود، ولی مثلا حالا بازنده پرون سامان تماسبی هم بود. خب ایشون ولی قهرمان المپیک بود، اومد اونجا کشتی گرفت و یه باخت مقابل روسیه دیگه آورد. مربی نگاه نکرد که ایشون قهرمان المپیک شده، اومد چیکار کرد؟ همون نفری که اول شده و اینو برد فرستاد مسابقات، فکر کنم اروپایی بود. بعد اون تو مسابقات همین کشتیگیر شکست خورد که دوباره مسابقات قهرمان کشوری شد. دوباره همین کشتیگیر قهرمان المپیک شده بود، اومد دوباره اول شد به مهره. یعنی یه جوریه که نمیگن شما قهرمان المپیک قهرمان جهانه، چون میگن شاید ایشون تو اون سال قهرمان المپیک شده الان افت داشته. خب چه بهتر بیایم مسابقه انتخابی بزنیم واسش که تحت چیز نباشه. چطور بگم، باید بگه من دیگه جام اوکی و مشکلی ندارم و اون حالت تو چی میشکن تو پر بوخابوندن نیست دیگه. طرف دیگه مطمئنه که حریف پشت سرش هست، بعد باید تلاش 4 برابر بکنه که بتونه به این شرایطی که قبلا بوده دوباره دست پیدا کنه، که دیگه چی فکر نکنه بگه من انتخاب شدم، که اون حالت چطور بگم، اون حالتی که قبلا داشته رو از دست بده. آقا آزموده، بهترین گزینه همین انتخابیه. تورنمنت ها یه بعضی مواقع حربه خیلی بزرگیه برای مربی‌ها. بله یه کشتی میخواد خراب کنن میفرستنش یه تورنمنت. دقیقاً دنیا ببر تورنمنت های روسیه میبازه، اوت میشه میاد. این دقیقاً حربه میفرستن که طرف ببازه. دقیقاً. حالا مسئله هزار مسائل دیگه تو این برنامه هست، ولی انتخابی یزدانی و آقای کریمی خب مسلما اینا باید انتخابی بدن، که نمیشه یکشونو برداری ببری جهانی. 100%. الان قرار این چرخه انتخابی همینا رو بررسی میکنه. امیدوارم که این چیزی که گفته شده تو جلساتی که تو فدراسیون کشتی بوده به عمل بیاد و به قول معروف اون کشتیگیر واقعا دیگه در امان نباشه. من میدونم که خب خیلی از پرونای ما هستن واقعا دارن تمرین میکنن، اصلا این حالت رو ندارن که وایسن واقعا انتخابش کنن. تو این چند نفری که من دارم میبینم، چون همشون باید انتخابی بدن، چه تو 97 هایی که خیلی خوب هستن تو ایران. آقا ایوب، انتخاب تو کشور ما تو هر شرایطی یه زد و بندایی داره. کدوم کشور دنیا دیدی یه مربی 30 سال مربی تیم ملی باشه؟ کدوم کشور دنیا؟ ما داشتیم با همین شخص هم دوست صمیمی منه، من نوکرش هم هستم، ولی چرا باید اینجوری باید؟ پس من نوعی اون مازندرانی و گلای مازندران، این همه بچه کرمانشاه، این همه مربیای بزرگ، مربیای شهرستانی میان، به چه خونه دل و بدبختی کشتیگیر تربیت میکنن. یه مربی میاد 30 سال مربی تیم ملی میشه. نمیخوایم اسم بیاریم چون فلان مثلا فلان جا داره آدم قدرتمندیه، زنگ میزنه اینو بذارید اینجا باشه. دقیقاً به نظر من پلون سوری الان تو کشتی آزاد ما ببینیم، تو کشتی جویبار، خب واقعا تو کشتی آزاد جویبار غوغا میکنه. بعد همه مدالای جهانی المپیک هم از جویبار هستش. بعد جویبار باید کلا یه نماینده فکر کنم تو کادر مربی بزرگسالان تیم ملی داشته باشه. خب چه رده‌های مختلف، خب چه تو رده‌هایی که نوجوانان، جوانان و امیدها و بزرگسالان. اگه این بشه دیگه مثل آذربایجان، ما که آذربایجان بودیم، جدا از این که شاید اون مربی تو اون رده میتونسته خوب کار کنه،
این مربی فراموش نمیشد. جایزه که به کشتیگیر مربی میمد، کشتیگیر میمد مثلا میگفت مربی من آقای کریم سوری هستش، خب اسم اونو میداد. بعد مسابقات که برمیگشت مدال جهانی اروپایی المپیک میگرفت 30% بهش میدادن. کشتیگیر اگه اول میشد به ایشون هم یه آپارتمان میدادن. یعنی چی؟ دیگه اون مربی که داره تو خونم کار میکنه دیگه حسی رو نداشت که چرا اینو نمیبرن. حتی میبردنش هم مسابقه با تیم، میبردنش فلان مسابقه با تیم بود. خب بعد اون نیاز مالیشو برطرف میکردن. ولی تو ایران متاسفانه نیست. من دارم میبینم خیلی از پهلوانای ایران مربیای ایرانی هستن، واقعا دارن از جون مایه میذارن، چه تو کشتی آزاد، کشتی فرنگی، همه دارن سخت کار میکنن. بعد با این وضعیتی که تو ایران هستش نه کاری هست، با عشق و علاقه میرن تو سالن به این بچه‌ها چک تامینای میدن، بعد هیچ انتظاری هم ندارن. خب باید واسه این مربیان باید فکری کرد. فدراسیون باید به نظر من عین کشتی آذربایجان بگه آقا ما اینا مربیایی که تو سالن خودشون دارن، تو سالن کشتی خودشون دارن کیا هستن، مربی اصلیشون کیه، به اینا پاداش که به اینا میدی 30% هم به اینا بدی که حداقل اون مربی انگیزه داشته باشه واسه آینده کار انجام بده، بتونه اون انرژی که داره 4 برابر کنه واسه تو کشتیش. به نظر شما چی؟ یزدانی بلند شده رفته هندوستان، داره اونجا تعلیم میده. بله، آقای مربیشون آقای همت فکر کنم. بله آقا همت، اسمشو باز طبق معمول، ولی همیشه اسمار قشنگ روزی شاید 1000 بار اسمشو برم، ولی یه لحظه میخوام اسم کسی رو برم یادم میره. همت عالی نمیدونم. خب ما این داریم مثلا نگاه کن، ما داریم باید بیارن تو دعای تیم ملی، اینو به جامعه ورزشی باید معرفی کنن، اینو باید به جای مربیای تیم ملی بیارن. آخه ما داریم، ما آقای شفافی هست الان 40 سال مربیه، از جیبش هم مایه میذاره. ببخشید همت مسلمی بود. خب همت مسلمی، بله همت مسلمی بود، شکر تو کلمت من یادم نره، چون من حاج محمود اسماعیل پور رو داریم پهلوان. خب واقعا خیلی آدم با شخصیت و انسانی، آدم دوست داره فقط باهاش صحبت کنه. خیلی آدم چطور بگم، خیلی دوست داشتنیه. بعد ایشون خیلی از قهرمانات مثلا مثل حاجی زاده رو تربیت کرده، مثل رضا یزدانی، رضا یزدانی که اینا همشون طلایه تیم ملی ایران بودن. خود مسعود اسماعیل که پسرشون هستن. بعد قهرمانای دیگه که عزت الله اکبری، کمیل قاسمی، همه اینا پیش مسعود حاج آقا اسماعیل پور بودن. خب ایشون باید حداقل، به نظر من نظر نمیدم چون این نیست که من تصمیم میگیرم، من اون چیزی که تو آذربایجان دیدم، خب خداوکیلی اون مربی که من میشناسم، مربی که از کشتیگیرایی که ازش اسم میبرم به همه چی رسیده، خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه شکر، هم خونه گرفته، باور کنن شاید 500,000 دلار هم تو حسابش باشه. جایزه هاشو میگم تو المپیک، تو المپیک اروپایی، تو مسابقات جهانی چی گرفته ایشون 30%شو گرفته. هر کشتیگیری که مدال میگیره 30%ش به مربی که معرفی شده، مربی که تو سن نونوایی بشه. خب چرا واسه مثلا حاج آقا اسماعیل پور یا همین آقای همت مسلمی یا آقایون دیگه که تو شهرستانهای دیگه پهلوان تربیت میکنن به تیم ملی میرسن و مدال جهانی میگیرن، خب افتخارش واسه مربیای تیم ملی ما هم افتخار میکنیم. درسته خیلی زحمت میکشن تو تیم ملی، ولی باید اینو تو سازمان تایید بشه واسه کل رشته ها. این مربیایی که سازنده هستن به نظر من باید به حق خودشون برسن، حداقل یه پاداشی به عنوان اینی که شما تو این سالن زحمت کشیدی واقعا ارزش قائل بشن، نه اینکه بگن کمک بکنیم. کمک چیز خوبی نیست، حرف خوبی نیست. به نظر من بهتر اینه که بگیم این پاداش شماست واسه این کشتیگیری که تربیت کردید، 30% پاداششون حق شماست، که این مربی واقعا به اون چیزی که داره ارزش قائل بشه واسه خودش، که داره من وزارت کار رئیس فدراسیون باید به این مسئله اهمیت بده. چون اینا رو چون تو آذربایجان بودیم، من میگم تو روسیه هم همین هستش، تو ترکیه هم همین هستش، تو ایرانی اینجا هم اینجا هم همینه. اگه یه
یه کشتیگیری، یه مربی یه کشتیگیر به تیم ملی معرفی کنه، پاداش خوبی داره، هم با تیم هست، یا میشه اگه 2 تا 3 تا شاگرد داشته باشه میشه مربی تیم ملی. الان با این کادری که فدراسیون کشتی داره، مثلا پهلوان علیرضا دبیر هستش، پهلوان حمید سوریان هستش، خب دوتاشون قهرمان المپیک و جزء بزرگترین و بهترین کشتی‌های دنیا نظر فنی هم بودن. پهلوان حمید سوریان میاد با یه طلای 6 طلای، یه طلای المپیک و 6 طلای جهانی، تازه میتونست به عقیده من میتونست تازه طلاش المپیکش رو به 2 تا بکنه، بعد جهانیاش هم به 7 تا. واقعا میتونست. جای آقای سوریان بودم کار مربیگری یه باشگاه فقط کشتیگیر تربیت می‌کرد. دقیقاً دیگه. ولی اینجا گفتم به شرایط آقای پهلوان، الان ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم. خب میخوام این آزاد بپرسم، چرا شما نمیخوای مربیگری کنی؟ اون تو خود کانادا همین الان مثلا شما بگی من، چون من چیز حقیقتش من یکی از بچه‌ها هستش، همشری خودم به کشتیگیری بوده گذشته، بعد پسر و دخترش قهرمان جوانان کانادا شدن. بله. بعد اینا مثلا یه مربی دارن به اسم، خودش پهلوان بوده تو کشتی فرنگی، واقعا سطح ملی بود، آقای سعید گلباخی، تو چیز هستش، تو کانادا هستش، فکر کنم تو هم تورنتو هستن. نه تورنتو نیست. تورنتو نیست، من کدوم سرشه، ولی میدونم که توی سعیدم تقریبا هم دوره خودمه، اونم سطح 50 تا تیم ملی بود، همیشه دوم سوم میشد تو تیم ملی و تو قهرمان کشوریا. ولی منظورم که شما کشتی آزاد، مثلا پهلوان سعید آذربایجانی الان اونجا هستش، یه مدت کار کرد، بعد یه مدت دور گرفت، حالا شاید اونجا یه سختی‌های خوشم داشته باشه، شاید راه ندن، شاید بگن مثلا ما واسه خودمون بگیریم اینا رو، چون اونجا دانشگاهی فکر کنم بیشتر کالجی اینجا کالج. بیشتر، آره اینجا کشتی ها تو دانشگاه هست. الان تورنتو به این بزرگی یه سالن کشتی داره، اونم خیلی دوره. کشتیش بیشتر تو آلبرتا و ونکوور، توی ساسکاچوان، یه شهری از اطراف 200 کیلومتر 150 کیلومتر به نام گولف یا سنت کاترین. درسته. اینا تو دانشگاهشون هست. پول آنچنانی ندارن که بدن. من اشتباه هم باز اینجا این شد که قبلا که ما تازه اومد بودیم کانادا، زبان انگلیسی بلد نبودیم. 6-7 سال طول کشید که من پاسپورت کانادایی دادن. این چیز منو ازم گرفت، متاسفانه گفتم باید 6-7 سال دیگه صبر کنم که یه جهانی عالم. متاسفانه اگه شما متاسفانه اوج کشتیتونم بود، خب شما به اون مشکل برخوردی، خب اگه اون مشکل نبود متاسفانه، اگه الان ما برگردیم به همون موقع شما اون مشکل پیش نمیومد، مطمئنا شما از خود تیم ملی کانادا مطمئنا میتونستی جزء مدال بگیره، چه جهانی چه المپیک باشه. حداقل میتونستی 4 سال مفید بدون استرس، چون تو وقتی که خارج از ایران میری جای کشتی میگیری، نه استرس داری نه منتظری که یکی بگی فلانی پشتت اینو میخوان جات بذارن، یا اینکه ببرنت این ور کشتی بگیری انتخابتو بدی قهرمان کشوری تورنمنت آخرا نبرنت. این نیست، این استرس رو شونهات نبود، اونجا میتونستی راحت کشتی بگیری و مطمئنا میدونستم که اونجا صاحب مدال جهانی هم میشدی. ما از کشتی کناره گیری کردیم چون 6-7 سال طول کشید پاسپورت بدن. شما برای جهانی پاسپورت احتیاج داری که ما خراب کردیم دیگه. وزنم کشید بالا و نتونستیم تحمل کنیم تا وایسیم. ولی خب اگه هم میموندم حداقل المپیک سیدنی میتونستم کشتی بگیرم که متاسفانه نشد دیگه. دیر چیز کردم. اون موقع هم خرج اینجا خیلی بالا بود، حقوق میدادن ولی خیلی کم. ما از همینجا بهت میگیم پهلوان، شما واقعا میتونید که اون دانشگاهات و اون تجربیاتتون واسه نوجوانان، حالا اگه چه کانادا بودید که اونجا هستی که زوزو هستید، بعد اونجا ارائه بدی، بعد بیا ایران هم حداقل میتونی تو خود همون شهر خودت تو لرستان خرم‌آباد بری، چه تو بروجرد چه شرایط دیگه کودش، همه جا بری مثلا سر بزنی. میدونم با افتخارم این کارو میکنی شما. بعد دیگه من یه چیزی یادم نره من حقیقتش
تو ایران آکادمی هستش، الان اکثرا دارن آکادمی با میکنن. خب من آکادمی کارگران مثلا پروین اکبر فلاح هستش. خب واقعا شما اگه نگاه کنید همه مربی‌ها رو برده اونجا. خب من در اون جایی که در جریان باشم میدونم که فکر کنم چون اسپانسرای خیلی خوبی اونجا پشت این قضیه هستن، پروین اکبر فلان واقعا داره خوب کار میکنه اونجا با جدیت. بعد گروه‌های مختلف داره، مربیایی که قدیم خودشون قهرمانای بزرگی بودن کنار نونهالان و نوجوانا گذاشته. بعد خودش هم واسه پیشکسوتات یه جای گذاشته تو شبکه اکباتان تهران به اسم باشگاه تندیس. خب آکادمی فلاح هم همیشه اونجا هست. بعد همیشه هم خب واقعا همیشه هم قهرمانای بزرگی تحویل جام داده. ببینید یه مرد بزرگی که باید از امثال اکبر فلاح‌ها تو ایران استفاده بشه، چون خودش هم چطور بگم، خودش یه قهرمان بزرگ هیچ وقت هم حاشیه‌دار نبوده، به بحث حاشیه‌ای نبوده. مثلا تو خود خرم‌آباد آقای شفاعی بوده، الان 40 سالش حداقل باید اینا رو آقای شفاعی رو مثل بقیه قهرمانا بذارن کنار نونهالانی که الان هستن تو اکثرا تو برنامه فدراسیون هستش. مثلا پهلوان کریم کاکاجی هستش، داره مربیای هولوش 20 تا مربی میان کنار پهلوان کریم کاکاجی کار میکنن و دانشهاشو در اختیارشون میذاره، بهشون تجربه، خیلی چیزای خوب. به نظر من شما باید استارت رو بزنید، چون الان دوستان هی مینویسن واسه من. خب پهلوان کریم سوری باید مربیگری کنه، چون این اون شما میرفتی تو کلاتی و کتوا رو جمع می‌کردی یا بارانداز میاد حلق می‌کرد یا خیلی کار می‌کردی تو این شهر. اینا رو تو کشتی نیست الان. اون موقع من یادمه یکی شما میزدی، اواخرم سعید آذربایجانی تو این حالت میرفت اگه یادم باشه. الان تو این شرایط هیچکی نیست تو سگک به تو کلاته بره کتوا رو جمع کنه. آقا بهروز یاری اونم خوب بود. بله پروین یاری قشنگ یادم. بله امروز خیلی ممنون، واقعا لطف کردی آقا ایوب، خیلی ممنون از لطفت. ما ممنونیم از شما که انقدر به ما لطف داشتی. پروین کریم سوری همه دوست دارن، واقعا دوست دارن. شما الان لرستان برید بگن کریم سوری، خب میگن پروین کریم سوری. خب اون نونه ها رو اون که دهه 80 تا 90 مثلا آخره 80 تا 90 میشه 12 13 سالش تازه میاد کشتی، باید بدونه که پروین کریم سوری، پروین سیاوش نوری، امثال پروین محمد کوشکی که من عاشق کشتی‌هاشون بودم، خودم به شخصه میگم اینا کسایی بودن که واقعا میتونستن که قهرمان جام المپیک بشن. میتونستن واقعا باید این اتفاق میافتاد. ولی شما الان هستی میدونم، ولی شما خودتون مربیگری کنی، یه شاگرد خوب تحویل جامعه بدی، حالا چه ایران چه اونجا که هستید، چون معلم میشی شما. خب اون فضایی که رو شونت بوده، اون فضای سنگینی که به گذشته برمیگردی، دوباره روزای خوش واسه تداعی میشه. به نظر من بازم ممنونم که اومدی پروین. ما رو خیلی بزرگ کردی، واقعا خیلی دوستای خوب اومدن، همه دارن بهت افتخار میکنن، همه دارن مینویسن واسه دوستت دارم. من قربونت، تشکر. ما هم هرچی داریم از این مردمه و من هر روز یه تکسایی دارم، مسیجایی دارم و تا جایی که در توانمه جواب همه رو میدم. امکان نداره یه نفر من بدونی جواب بذارم، امکان نداره. کمک‌های مسئله. بله ما متاسفانه فقط یه چیزی میخوام بگم به قشر جوون این مملکت، نمیدونم چی شده اینقدر خیلی هاشون آدم نمیدونه چجوری بگه، نمیشه بگم، بلش کن. شما میخوای خداحافظی کنین؟ آخرین سوالم میپرسم، من یادم رفت. خب الگوتون کی بوده تو ورزشی که اومدی داخل این کشتی؟ شما اومدی کشتی، مطمئن باش به خاطر یه مسئله اومدی دیگه. یعنی شما یکی نفر دیدید یه کشتی گرفته یا یه پلونی رو دیدید، خب گفتی همیشه هم دوست داشتی ببینیدش، همیشه شاید دوست داشته باشه اون بیاد کشتیاتو نگاه کنه. من خودم یه الگو داشتم. شما الگوتون کی بوده مثلا تو این مدت؟
والا ما خرم آباد بچه که بودیم دیگه شانسی پامون به باشگاه کشیده شد و فکر میکردیم که این باشگاه رو جای آدمای مخصوصه، ما جای ماها رو راه نمیدن. من اینجوری فکر میکردم. الگوی آنچنانی نداشتیم، ولی تو شهر ما همیشه پلبونای خیلی بزرگی بوده، مربیای خیلی بزرگی داشتیم. بعد خب خیلی پهلوانا بوده، اسماشون شنیدیم. پامون که این چیزه، پامون به دوشک کشیده شو، یواش یواش هم افتادیم تو کار کشتی. و اینو میخوام بگم، زمانی که پامو گذاشتم تو باشگاه فکر میکردم ماها رو نمیدن، اینجا جای آدمای خاصه. درسته. بعد امیدوارم که دیگه موفق باشید پرون. امیدوارم اینجا خوب و خوش سلامت باشید. در انشالله یه در ارتباط هستیم. انشالله این وضعیت کرونا از شرش از دنیا کم کنه بره که دعوت ما رو بپذیری، به آلمان بیاید، حتما ما از وجودت استفاده کنیم. حداقل چنین باشگاه که من تمرین میدم بیای اونجا، چون ما هم کشتی آزاد داریم. متاسفانه کشتی آزاد ما کشتی خوبی هست تو باشگاه، ولی مربی خوبی نداریم. ان شاءالله تشریف بیارید اینجا، حداقل چند جلسه مهمان باشگاه ما باشی که اونجا بیاد حداقل از تجربیات استفاده کنیم. بازم ممنونم ازت، بازم ممنونم که این دعوت ما رو پذیرفتی. یعنی جز اولین دعوتیایی هستش بکنم تو این مدتی که شما بیرون بودی. تشکر از لطف کردی. میبوسم اتحادمون به امید دیدار. شما برید، در خدمتم. قربون همگی. خداحافظ. خدا. دوستای عزیزم ببخشید من نتونستم کامنت ها رو خوب بخونم، چون دیگه بیشتر باید تمرکز میکردم رو سوالات. ممنون از همتون که رو خط اومدی به من روحیه و انرژی دادید. من میخوام از کلا بگم حقیقت از قهرمانایی که واقعا مربی، نه که قهرمان بوده باشن خودشون، ولی تو مربیگری سهم بزرگی داشتن نسبت به اون کشتی‌هایی که واقعا تو سطح ملی و قهرمانی بودن. بعد من دوست دارم واقعا تو همین پیج من شرکت کنید. سوالی هم که دارید واقعا تو پیج خصوصی من بنویسید که من بتونم این سوال رو انجام بدم. بعد من میخوام ضبط کنم، ولی نمیدونم اینو چطوری ضبط باید بکنم، چون اون سری این کارو کردم پرید. الان میخوام صحبتم تموم شد، 5 دقیقه دیگه میخوام صحبت کنم، صحبتم هم تموم کنم که اینو سیف کنم. این مصاحبه رو باید چطوری ضبط کنم، اینو چطور شپایشه کنم. بعد اینو میخواستم بگم، ما هفته دوم و سوم که سه شنبه ها شب به عنوان سرداران بیمیدال هستش، خب از کردستان انتخاب کردیم. خب بعد هفته بعد میریم تو خوزستان و گفتم مازندران و خراسان و حتی هرمزگان و حتی بوشهر و حتی کل شهرهای ایران، تبریز و خیلی جاها هستن که من میدونم دوستان دوست دارن که به گذشته دوباره برگردن به اون دههای 50 60 70 که من خودم خدایی دوست دارم این برنامه خدا کنه روز به روز بهتر انجام بشه. بازم تشکر میکنم از شوان ویسی که منو همراهی کرد، دوستان عزیزم که منو همراهی کردن، آقای پروین احمد دباغ واقعا منو همراهی کرد. ممنونم، از تجربیات استفاده میکنم. من این ویدیو چطوری باید ضبط کنم؟ فقط باید ببینم محمد، ببینم کجا باید چیز کنم. خروجی زدی اشتراک گذاری، ببینم خارج میشید خودش میگه که اوکی. خب من یعنی اینو قطع میکنم، میاد میگه اوکی. ممنونم از همتون. تا سه شنبه بعد من اعلام میکنم ان شاء الله 2 روز 3 روز بعد که مهمان بعدی برنامه کی هستش. بعد میخوام چند جمله کردی هم بگم. سلام از گم خدمت تو هاوشریکان عزیزم، پرسانیکان عزیز، پهلوانگان. هفته آینده من پهلوان شهرام عزتی، یک پهلوانگری که نظر اخلاقی واقعا من ارادت مثل خودم نظر پهلوانی شو بنیام میکرد که نو حاشیانیا پهلوانی که واقعا که من وقت آمد خانوادگی من به کوگا افتخار کم که هفته تکی اقصاکم هفته گر بعد اشته قهرمانگری گوره گذاشته که واقعا سچکن کشتی کرسان بودن
تكون أقصاكين كبافتخار ومن بس يعني ما شكل مكرم دعوت من أنا قبول كرجع لازم دست كشتن ما شكل خوا حافظ ثابت بوش نمتن جواب كشتي بمو لازم ممنون نتن تعاتم خوا حافظ متاسفانه نمیتونم ضبط کنم میزنم برم بیرون میگه باید چیز کنیم طیب وقتی من تموم میکنم خب میزنه به اندت الان به اندتو که من میزنم möchtest du deine Video wirklich beendet